میگم 20 ثانیه اول هر ویدیو گلدن تایمشه. پس منم برای ادای احترام به تمامی شما کسایی که همین الان دارین ویدیو رو تماشا میکنید میچسبین به اصل مطلب، نه اینکه بقیه کس و شعر بگم 5 دقیقه اولو. نه، ما میخوایم شما خیلی سریع به اون چیزی که میخوای برسی، اصل مطلب رو به شما ادا کرده باشه. همونطور که از کاور ویدیو پیداست، قراره به قانون 44 اکو بپردازیم، قدرتی که اکو از طریق جادوی آرکین به دست آورده بود. خب از اپیزود اول فصل یکم آرکین شروع میکنیم، جایی که زنجیره حوادث شروع به اتفاق افتادن کرد. اگه این سکانس رو خوب توجه کرده باشی، اولین دیالوگ اکو اینه. این دیالوگ رو وقتی میگه که در حال درست کردن یک ساعت خراب هستش. ساعت خراب دارم میگم، نه آدم خراب. در این اپیزود تو این سکانس اکو از حمله کردن به جینکس امتناع میکنه و این امتناع زمان اتفاق میفته که کلا 4 دقیقه از پایان اپیزود باقی مونده. در این سکانس هم خوب توجه کرده باشید، اکو برای اینکه بتونه از تمامی تیرهای جینکس داج بده یه حدود 4 دقیقه و 44 دهم ثانیه طول میکشه. تو تیتراژ فصل دوم آرکین سایه های اکو به صورت پاد ساعتگر برمیگرده و یه جورایی میخواستن ما رو متوجه بکنن که اکو در آینده به قدرت جادوی آرکین دست پیدا میکنه و قابلیت اینو خواهد داشت که به 4 دقیقه یا بیشتر برگرده و یا به آینده یه جورایی سفر بکنه. در حال حاضر از قدرت آرکین اطلاعات خیلی کمی در دسترس هستش، یعنی دقیقاً ما الان نمیدونیم منشأ پیدایش آرکین چجوریه و دقیقاً چه شرایطی نیازیه که آرکین به وجود بیاد. What the fuck is this piece of shit? در سریال های بعدی قطعاً به این سوال پاسخ داده خواهد شد، چون در آمنیا و دماسیا آرکین یه جور دیگه تعریف شده. در این سکانس رقص معروف پاودر و اکو، سکانس ها به صورت 4 فریم بر ثانیه رندر و انیمیت شدن، دقیقاً همون مقداری که اکو میتونه زمانو برگردونه. حتما ویدیو 10 دلیل که جینکس زنده است رو ببینید، چون 2 تا از اون دلایل به قانون 4 دقیقه و 44 صدم ثانیه اکو مرتبطه. حتما این 2 تا ویدیو رو با هم ببینید، چون جواب خیلی از سوالات رو این 2 تا ویدیو پاسخ داده میشه و تئوریایی که قراره در اسپیناف های بعدی شاید اجرا بشه و حقیقتا خیلی دوست دارم اجرا بشه که 2 نسخه اکو ببینیم و یه جوری هم اکو نسخه 1 و 2 که در این ویدیو اشاره کردم. خلاصه ببینید چیز بزرگی از دست میدید. خب قصه ما به سر رسید، اکو به عشقش نرسید، البته خواهد رسید. من زیاد دهنم رو باز نمی کنم، اسپویلتون نمی کنم، من چون خیلی دوست دارم ولی خب نمیتونم، اجازهشو ندارم. تا درودی دیگر،